رسول الله وآله الأطهار على رسول وآل الأطهار. الله العظيم. تشکر از فرزند مرحوم تاج الدین مهران گرامی، وکیلان و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله. شرکت یکایک شما 11 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عاید به پیشبری نامزدها و وکیلی مجلس جمهوری تاجیکستان به حوزه جمهوری انتخابات پارلمانی سال 2015 خیر مقدم میگوییم. طبق گزارش هیئت تدارکات برای شرکت در انجمن وکیل دعوت شده است که حالا در تالار 513 وکیل حضور دارد. علاوه بر وکیلان مهمانان زیاد از جمله سفیران و نمایندگان کورپوس‌های دیپلماتیک، شخصیت‌های سرشناس کشور و رئیسان و نمایندگان احزاب سیاسی، مقامات رسمی، سازمان‌های بین المللی، جامعه شهروندی و وسایل اخبار عامه که شرکت دارند، ما بار دیگر مهمانان را خیر مقدم میگوییم. محترم وکیلان، پیش از همه باید وکالت وکیلان از طرف شما تایید گردد. از این رو وکیلان محترم از شما خواهش نمایم که با برداشتن شهادتنامه‌ها وکیلی به وکالت وکیلان آواز دهید. طرفدار بی‌طرف. تشکر از همه شما. با اکثریت آرا وکالت وکیلان تایید گشت. برادران و خواهران ارجمند، مهمانان و وکیلان عزیز، انجمن 16 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گشاده اعلام کرده می شود.
Nej, bara det sådär. Du ser inte visa. Nej. وکیلان محترم، با ریاستی و هیئت رئیسه انجمن 11 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 7 نفر پیشنهاد شده است. عضویت 7 نفر، یعنی 7 نفر اینکه اعضای هیئت رئیسه انجمن باشد، خواهش میکنم آواز بدهید. 7 نفر قابل قبول است؟ طرفدار؟ زید؟ بی‌طرف؟ تشکر. و وکیلان محترم، به هیئت 7 نفره ریاست انجمن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وکیل محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، دوم وکیل سید عمر حسینی معاون سوم وکیل رقیه نوری عضو ریاست عالی حزب، چهارم وکیل ظرفا رحمانی مشاور رئیس حزب عاید به حقوق و عضو ریاست عالی، پنجم وکیل ملا عباس رجب زاده رئیس شعبه حزب در ولایت سوق و عضو ریاست عالی، ششم قمرالدین افضلی در ولایت ختلان و عضو ریاست عالی، هفتم قیام الدین عوض عضو ریاست عالی و رئیس شعبه حزب در شهر دوشنبه. وکیلان محترم، عضویت 7 نفری در بالا ذکر شده پیشنهاد شده به هیئت رئیسه انجمن، خواهش میکنم آواز بدهید. طرفدار؟ زید؟ بی‌طرف؟ تشکر از همه شما. حالا از هیئت رئیسه انجمن حزب خواهش می‌نمایم که جایهای خود را در صحنه اشغال نمایند. بفرمایید استاد. اینک از استاد محترم استاد محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خواهش می‌نمایم که پیشبرد کار بعدی انجمن را بر عهده بگیرند. بفرمایید استاد عزیز. به نام خداوند بخشنده و مهربان، حمد بر خدا را و درود بر رسول او محمد صلی الله علیه و آله و اصحابه اجمعین. برادران عزیز، خواهران محترم، مهمانان ارجمند، وکیلان انجمن 11 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یکایک شما را از نام خود و از نام هیئت ریاست و رهبریت حزب برای تشریفتان به دفتر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خیر مقدم می‌گویم. کاتبات انجمن مسئولیت مدیریت این
نشست رو به دوش هیئت ریاست داشت و از ما هم تقاضا شد که در خدمت شما باشیم و حالا برای بهتر انجام دادن کار انجمنمان باید که نهادهای رسمی انجمن را انتخاب نماییم. پیش از همه ما را لازم است که هیئت کاتبات انجمن را انتخاب کنیم و از وکیلان محترم خواهش میکنم که پیشنهاد کنند چند نفر رو به هیئت کاتبات انجمن دیدن میخواهند. مرحمت اگر پیشنهادی از بالا باشد بفرمایید. معمولا رقم تاق پیشنهاد میشود، 3 یا 5 پیشنهادها هست. فرمایید. پیشنهاد است که هیئت کاتبات از 3 نفر عبارت باشد. یگان پیشنهاد دیگر هست؟ نیست. خب اگر نباشد رقم 3 را با آواز میمونم. کسی طرفداری آن است که هیئت کاتبات از 3 نفر عبارت باشد؟ خواهش میکنم آواز بیاد. طرفدار؟ تشکر. زید؟ 1 نفر. بی‌طرف 5 نفر. تشکر زیاد. همین طریق با اکثریت یارا پیشنهاد شد که هیئت کاتبات از 3 نفر عبارت باشد. من از روی خطی که کاتباتی تدارکاتی پیشنهاد کردم فقط 3 نفر اول را قرائت میکنم. اگر هیئت 5 نفر میبود باقی را هم قرائت میکردیم. اگر رأی اکثریت دریافت شد دیگر ضرورت به قرائت باقی نمیماند. پیشنهاد شده است که وکیل میرزاقل حاجیمتوف، وکیل مظهرالدین گدایف و وکیل اسامیدین عبدالرحمانوف و هیئت کاتبات انجمن پیشنهاد شوند. یگان پیشنهاد دیگر هست از طلاب. این پیشنهاد هیئت تدارکاتی انجمن است. نیست. اگر نباشد با آواز می‌خوانم. کسی طرفدار نام‌های قرائت شده است؟ خواهش می‌کنم آواز بیاد. طرفدار؟ تشکر. زید؟ 1 نفر. بی‌طرف؟ 4 5 نفر. تشکر. با اکثریت آوازها برادرانی که نامه‌هایشان قرائت شد همچون هیئت کاتبات انجمن انتخاب شدند و از آنها خواهش می‌شود که جای خود را اشغال نمایند. اگر جای هیئت کاتبات مشخص باشد خواهش می‌کنم برادر میرزاقل حاجیمتوف، مظهرالدین گدایف و اسامیدین عبدالرحمانوف. اگر از طرف چپ تالار باشد فکر کنم بهتر است. خب همین طریق ما باید که هیئت کمیسیه حساب آوازها را هم انتخاب کنیم. از طرف هیئت تدارکات 4 نفر پیشنهاد شدند. این هم به خاطر آنکه بچه‌ها 3 تقسیم شده از تالاری ما نامهایشان را قرائت میکنم. محمد شریف نبیوف وکیل از شهر کلاب، امیدجان محکم وکیل از شهر اصفهان، مصطفی حاجی زاده وکیل از شهر دوشنبه، خواهر شرافت شراف‌الدین وکیل از شهر دوشنبه. یگان علاوه تغییرات است. پیشنهاد دیگر نیست. اگر نباشد با آواز می‌خوانم. کسی طرفدار هیئت پیشنهاد شده است خواهش می‌کنم آواز بیاد. طرفدار؟ تشکر. زید؟ بی‌طرف 1 نفر. 3 4 5 6 نفر. 6 نفر بی‌طرف. 7 نفر. خب ما چون از ریاست آوازها را حساب کرده ایستادیم، حالا که هیئت کمیسیه آوازها را انتخاب کردیم این بعد هنگام آوازدهی این هیئت خودشان آوازها را حساب خواهند کرد. از طریق 4 نفر و هیئت کمیسیه شماریدن آوازها انتخاب شدند. از آنها خواهش میکنیم که در تالار طرز اجابت بشوند که
حساب آوازها برایشان آسان شود. خب همین طریق وکیلان محترم هیئت‌های کاری انجمن انتخاب شدند و ما میتوانیم کاری خود را شروع کنیم. تا این لحظه که ما شما کار را شروع کرده ایستادیم، معلوماتی که رسید یعنی از 540 وکیل دعوت شده 513 نفر حضور دارند، کوارم وجود دارد. علاوه به وکیلان که در این تالار نشستند، در تالارهای همراه شمار زیادی از مهمانان در انجمن ما شرکت کرده ایستادند. اینچنین توسط شبکه‌های اینترنتی در سراسر جهان مهاجرین، هموطنان و اعضایان حزب که بیرون از کشور هستند بالا رفته انجمن ما را مستقیما تماشا کرده ایستادند و شنیده ایستادند. انشاءالله در رفت جلسه اگر که امکانات تکنیکی دسترس بود و توانستند اونها هم در کار جلسه شرکت خواهند کرد و نظر خود را خواهند گفت. خب باید که ما شما روزنامه انجمن رو تصدیق کنیم و از طرف هیئت تدارکات و روزنامه انجمن 4 مسئله پیشنهاد شده است. یکم سخنرانی رئیس حزب در رابطه با شرکت در انتخابات و فشرده برنامه قبل از انتخاباتی حزب.